به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیارانی عزیز، روزتون بخیر. اگرچه میدانم امروز چندان روزی خرسندی نیست و موضوع صحبتی ما هم درباره یک مصیبتی هست، یک جنایتی هست که چند روز پیش در کشوری عزیزمون رخ داد و این هم باشد حادثه‌ای که روز 6 نوامبر در مرز تاجیکستان و ازبکستان به وقوع پیوست. من قبل از وارد شدن به موضوع میخواستم تسلیت و تعزیه خود و همه اعضا و هواداران پیمان ملی تاجیکستان و تمام مردم مهاجر را به خاندان یکایک این قربانیان این حادثه برسانم و از خداوند منان برای فوتیدگان جنت و برای بازماندگانشان صبر جمیل را خواهانم. همدیاران عزیز، حادثه‌ای که روز ششم رخ داد حادثه عادی نیست و خیلی هم دشوار است درباره این حادثه صحبت کردن، فرضیه رو تایید کردن یا تکذیب کردن ولی این حادثه بیانگر یک چند واقعیت‌های هست که در کشور ما دارد رخ می‌دهد و هر یک فردی آگاه بخصوص نیروهای مسئولیت شناس و سازنده کشور خواه ناخواه باید موقع گیری کنند، نقطه نظر خود را داشته باشند و با مردم در این موضوع صحبت کنند، سوال بگذارند و جوابهای خود را پیدا نمایند. پیمان ملی تاجیکستان هم طبیعی است که همچون یک ائتلاف متشکل از چندین سازمان و گروه ها نمیتواند و نمیتوانست و نباید هم بی‌طرف باشد و جلسه شورای رهبری پیمان ملی صورت گرفت و تمام پهلوهای این مسئله که تا امروز معلوم هستند مورد بحث و بررسی قرار گرفت و قرار شد که ما موقع خود را نسبت این حادثه مدهش در این صحبت بیان کرده باشیم. هموطنان گرامی، تا امروز اون فرضیه ها و اون معلومات هایی که ما در اختیار داریم اکثریتشون در اساس حدس و گمان و در اساس اون معلومات های محدودی هست که یک قسمش را مقامات دولتی و قسم دیگرش را با چه عذاب و مشقت رسانه های مستقل دسترس میکنند و در خدمت جامعه میگذارند. و تا این لحظه یک چند فرضیه اساسی وجود دارد. اساسیشون فرضیه حکومت جمهوری تاجیکستان است که این حادثه را نتیجه یک عملیات یا شبیخون دسته مربوط به داعش میداند که گویا شب 3 نوامبر از مرز افغانستان عبور کردند و شب 6 نوامبر دست به این کشتار زدند. فرضیه های دیگر، نه تنها یک فرضیه بلکه فرضیه های دیگری هم وجود دارد که یک قسمشان قسمی از این فرضیه حکومتی را تایید میکند، قسم دیگر را انکار میکند. برخی فرضیه ها هستند که اصلا فرضیه حکومت را از سر تا نوک انکار میکند و آنها هم دعوا دارند که فرضیه آنها صحیح تر و درست تر است. چرا ما جامعه تاجیکستان و جامعه جهانی در این نسبت این قضیه در چون یک حالتی حدس و گمان قرار گرفت؟ اینک یک هفته سپری می شود و جامعه منتظر جواب هست. جامعه می خواهد بداند که چی شد، برای چی شد، کی مسئول است و چی باید کرد تا اینکه در آینده این گونه حادثه رخ ندهد. اما مقامات دولتی تاجیکستان چون همیشه نه تنها خاموشند بلکه با این خاموشی و برعکس با این دروغ گفتن و معلومات های ناصحیح دادن به جامعه باز هم وضعیت را پیچیده تر میکنند. باعث آن میشوند که فرضیه های نو با وجود بیایند و مردم هم مجبور میشوند که در جستجوی واقعیت تکیه به منبع ها و آوازه های کنند که یک قسمشان میتواند دور از واقعیت باشند، صحیح نباشند. اما در اینجا نه عیب رسانه هاست، نه عیب کارشناسان است، نه عیب مردم هست. در اینجا یگانه کسی که عیب دار هست خود مقامات دولتی هستند که جامعه را از معلومات های درست و صحیح محروم کردند. معلومات ها را پنهان می‌دارند. حالا معلوم نیست به خاطر چی، با چه هدفی، ولی اون چیزی که این قصد تا این لحظه این است که مقامات دارند دروغ میگویند. مشکلی و مصیبت مقامات دولتی تاجیکستان هم در آن هست که اعتماد را از دست دادند. اعتماد مردم، اعتماد سازمان‌های بین المللی، کارشناسان و حالا طبیعی است که اعتماد
اپوزیسیون را کیها از دست داده بود. اما کسانی هم که تا دیروز با دلیل‌های گوناگون در پهلوی حکومت هستند و خود را طرفدار حکومت می‌دانند، اینها هم دارن آهسته آهسته اعتمادشون را از دست می‌دهند و اون هم به خاطر آن، به دلیل آن که حکومت نه تنها در نسبت این قضیه مشخص 6 نوامبر، بلکه در طول فعالیت خود و در بها دادن به این آن حادثه مهم در داخل کشور همیشه دست به دروغ زده است، دست به تحریف کاری زده است و مردم هم عادت کردند که این حکومت دروغ میگوید. حتی اگر روز برسد که این حکومت راست بگوید، واقعیت ها را هم بگوید، متاسفانه مردم دیگر باور نخواهند کرد. زیرا حکومت در حادثه های دیگر هم، در حادثه خاروخ وقتی که هجوم کرد به شهر خاروخ و اون را یک روایت خیلی هم دروغین داد، حتی کار به حد رسید که گفت که اینترنت برای اون خاموش شده است که کدام شکارچی تیر پرانده است و این کانال ها یا این سیم های اینترنت را ویران کرده است، اینترنت خاموش شد. در صورتی که همه میدونن که اینترنت دیگر از طریق سیم اون قدیمی نیست، بلکه از طریق سپوتنیک و شبکه‌های دیگر وصل می شود. درباره حادثه کشتار میرزا ضیایف یک فرضیه را گفت، بعدا معلوم شد که اون با چه جنایت‌های صادر شده است. درباره کشتار علی بیدکی و حادثه قراتگین رشت یک روایت‌ها و فرضیه‌های را گفت، بعدا نوارها ثبت شده نشر شد که در اونجا چه جنایت‌های صادر شده است و واقعیت کاملا یک چیز دیگر بوده است. درباره حادثه‌های مربوط به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پیش چشم مردم و ملت همه چیز صورت گرفت، دیدن که چقدر فشارها بالای حزب شد و آشکار گفتن که حزب رو میبندیم، همه رو به این آماده کردن. بعدا اومدن به یک حادثه ماه سپتامبری گفتن که حزب میخواست تبادلات کند و به همین سبب ما حزب رو ممنوع اعلام کردیم. و حتی حادثه سال گذشته، 2 سال گذشته که در دنقره رخ داد، بلافاصله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را متهم کردند که کسی به آن باور نکرد و تا امروز خودشون هم شرم دارن دیگر این اتهام را تکرار کنند. این همه سلسله دروغ‌ها و تحریف‌کاری ها باعث گشت که در مردم یک تصور با وجود آمد که این حکومت اصلا که وجودش دروغ است و با دروغ سر قدرت آمده است، جز دروغ چیزی دیگری گفته نمیتواند. و حتی در حالت‌هایی هم که راست به منفیتش است. من میخوام توجه کنید به این نکته. در بعضی حالت‌ها راست گفتن واقعا به نفع حکومت است و باید راست بگوید، اما نمیدونم به خاطر چی که باز میرود سراغ دروغ. برای مثال در همین حادثه‌ای که روز ششم گذشت، چندین دروغ‌های پی هم که هم خود را شرمنده کردند، باعث پیدا شدن ده‌ها فرضیه‌های زید و نقیض شد. چی ضرورت داشت که در اینجا بیاد حکومت دروغ بگوید؟ برای مثال اگر اعتراف میکردن که 6 نفر مرزبان و یا کارمندان مقامات به شهادت رسیدن، چی ضرر داشت به حکومت؟ حالا چرا آمدن 1 نفر گفتن؟ اگر 6 نفر میگفتن، اگر 20 نفر باشد 20 نفر بگن، چی ضرر دارد که جامعه بداند؟ خب چرا بلافاصله میگن که همه این گروه در یک شب مرز افغانستان رو گذشته است، در صورتی که الان معلوم شده است که یک گروه از این افراد حالا با هر دلیل باشد در داخل کشور بودند؟ و چه ضرورت دارد یک ایده از عکس‌های دروغینی ساخته شده را ماند که حادثه در ساعت 3 شده است، این عکس‌ها در روز روشن گرفته شدند و فاصله در تاجیکستان که صبح تقریبا در همین شب و روز ساعت‌های دیر ساعت‌های 7 می‌دامد، یعنی 4-5 ساعت فاصله است با دستی بسته. خب یا اون چرخ ماشین که سوخته است در بالای ماشین بدون باگاژدان که 100 کیلومتر رو چگونه طی کرد بدون باگاژدان که نفتید از بالای ماشین در اون راه‌های که منفرش نیستند، یا اون خانم‌ها با تپشکای خانگی، پایافزال خانگی. اینا بعد از همه مهمش چرا این عکس‌ها رو برداشتند؟ حالا ماندید گفتید که اینها دلیل‌های شیعی هستند، چرا برداشتید؟ چرا اونها باز از نو فتوشاپ شد؟ وقتی این همه کارها انجام شد، بعد اونها ناراحت میشن که چرا مردم به حرف ما به فرضیه حکومت باور نمیکنند. شما از هیچ کس ناراحت نشوید، از خودتون ناراحت شوید که شما دروغ گفته، دروغ اندر دروغ، دروغ بعد از دروغ
دروغ بالای دروغ. بعد امروز میخواهید که مردم به حرف شما باور کنند. طبیعی است که باور نمیکنند. اصلا شما مسئولیت خود را فراموش کردید. در تمام دنیا اگر یک حادثه تروریستی شد، اولین کاری که مقامات دولتی میکنند این دادن معلومات اولیه و واقعی به مردم هست. چرا؟ برای آنکه خود را خادم مردم میدانند. آنها میدانند که اینا خدمتگار مردم هستند. مردم اینها را اجاره گرفته است، برای 5 سال معاش میدهد، سلاح میدهد، مهمات میدهد تا اینکه اینها امنیت را تامین کنند. اگر حادثه شد به مردم حقیقت را بگویند تا اینکه مردم بدانند در این حالت چی کار کند. شما خدمتگار مردم هستید، شما مزدور مردم هستید. اگر کمی دقیق‌تر بگوییم، چون مزد رو از مردم میگیرید. اما چرا با مردم دروغ میگید؟ چرا پنهان میکنید؟ مگر در فرانسه حادثه ترک نمیشد؟ مگر در آلمان نشد؟ مگر در جاهای دیگر نمیشد؟ اما بلا فاصله پروکورور، پلیس میاد اولین معلومات را به مردم میده. چند نفر کشته شد، چگونه کشته شد، قاتل کی هست، مقتول کی هست، همه را به مردم میگه. شما از چی میترسید؟ چرا پنهان میکنید؟ برای اینکه عادت کردید به دروغ گفتن. مشکل اصلی شما هم در همین است که به دروغ عادت کردید و از گفتن حقیقت میترسید، هراس دارید و با این کارتان شما مردم را، جامعه را به گمراهی میبرید و درد سر خود را بیشتر میکنید. حالا که دیگر فرضیه های گوناگون با وجود آمدن، این عیبی کدام کارشناس و رسانه و مردم نیست. خب بیاید دوستان عزیز تحلیل کنیم، چون من اصلا طرفدار آن نیستم که ما حالا بیایم کدام فرضیه رو تایید کنیم یا تکذیب کنیم و وظیفه یک اپوزیسیون هم این است. ما نه مفتش هستیم، نه نیروی تفتیشاتی داریم، نه وظیفه ما کاری رسانه‌ای هست که فرضیه ها رو بگیم. وظیفه ما سوال گذاشتن است. چرا چنین شد و کی جواب میگه به این کار؟ و حالا هم سوال من این هست، برای چی این حادثه ها سر زد و اصلا چرا تاجیکستان تبدیل شد به یک کشوری که هر روز بیاد تروریست تولید میکند، هر روز حادثه تروریستی میشود و همیشه باید در حالت جنگ با تروریسم قرار داشته باشد. و اصلا سوال را دیگر خیلی مطرح کنیم، کی از این حالت منفعت دار است؟ جواب هم مشخص است. دو نیرو، دو گروه منفعت دار هستند که همیشه در تاجیکستان یک حالت بحرانی امنیتی وجود داشته باشد و این دو گروه هم از لحاظ ایدئولوژی منفعت دار هستند. یکی افراطگرایان دنیوی که در سیمای حکومت امروزه تاجیکستان تجسم یافتند، دیگر افراطگراهای مذهبی که روشنترین، بارزترین و معروفترین نمایندهشون باز هم داعش است و دیگر گروهایی که تفکری مانند به داعش دارند. این دو گروه مردم تاجیکستان را و نه تنها تاجیکستان را، مردم منطقه را، مردم جهان را دارند همیشه ترور میکنند. ترور معنوی، ترور ایدئولوژی، ترور اطلاعاتی و متاسفانه گاهی ترور با سلاح، با کشتار که نمونهش رو ما روز ششم در تاجیکستان دیدیم. و اینها همیشه در ظاهر در نبرد با یکدیگر هستند، اما میبینیم که در عمل اینها شریک استراتژی هستند. کسی میخواهد یا نمیخواهد، کسی اعتراف دارد یا ندارد، اینها شریک استراتژی هستند. اینها بدون یکدیگر نمیتوانند عمل کنند. بدون افراطگرایی مذهبی، افراطگرایی دینی یگان دلیل ندارد برای وجود داشتن. برای مثال حکومتداران تاجیکستان یگان دلیل برای سرکوبگری، برای زندانی کردن اپوزیسیا، برای زندانی کردن روزنامه‌نگاران، ادوکات‌ها، سیاستمداران ندارد، برای منع کردن حزب‌های سیاسی ندارد. یگانه دلیلش این است که این مبارزه با تروریسم است و در وقتی که تروریسم وجود دارد، شما چرا درباره حقوق بشر و دموکراسی و درباره مبارزه با کریپس صحبت میکنید؟ دقیقاً همین دلیل را هم افراطگرایان دینی دارند. میگن که وقتی که در اینجا مبارزه با دین هست، در اینجا وقتی که افراطگرایان، اتئیستان، نمیدونم حکومت دیکتاتوری رحمان دارد آشکار با دین، با اسلام، با مردم مبارزه کرده ایستاده است، با مقدسات مردم، با تجارت مردم، با آزادی مردم، شما میخواهید با مبارزه مصالحت آمیز کنید، طریق دموکراسی، انتخابات، رسانه ها. نه، در اینجا فقط باید که از سلاح استفاده بود، از مبارزه خشن، و باید این حکومت را، این ظالمان را از قدرت دور کرد. این دو ایدئولوژی، این دو گروه افراطگرا منفعت دار هستند که این حالت همیشه وجود داشته باشد. بلافاصله این حادثه شد، داعش را مسئول اعلام میکنند و داعش هم حالا دست دارد یا ندارد، چون نیاز دارد به این گونه آوازه ها
بلافاصله به دوش میگیرد. و شما هم دیدید که حکومت تاجیکستان همگی چند ساعت نگذشت داعش رو متهم کرد و داعش هم بعد چند روز اعتراف کرد که ما این کار را کردیم. چرا اعتراف کرد؟ حالا شاید دست داشته باشند و اعتراف کرد، شاید اگر بخبرم بودن بعدا دیدن که اعتراف کردن به نفع آنها هم است، چون بعد از بین رفتن ابوبکر البغدادی رهبرشون اونها میخوان نشون دهند که هنوز هم قدرت دارن، هنوز هم زنده هستند و ببینید که چه کارها را میتوانند انجام بدهند. پس در اینجا یگانه کسی که مظلوم هست، قربانی می شود و گروگان این گروه ها شده است، این ملت ها هستند، بخصوص ملت مظلوم تاجیک. ملت در مجموع، نه تنها اون خانواده کشته شدگان اینها مظلوم قرار گرفتند، همه ما و شما مظلوم هستیم. همه ما و شما ملت، چه گروه های دینی، چه گروه های دنیوی، چه کسانی که طرفدار حکومت هستید، چه کسانی که طرفدار اپوزیسیون هستید، ما در مجموع گروگان این دو گروه افراطی شدیم و میبینیم که دیگر دارن با ما بازی میکنن. شما فکر نکنید که مقامات دولتی به خصوص 4-5 نفری که امروز مسئولیت ملت رو در دست دارن، اونها نمیدونن که عاقبت این سیاستاشون به همین می انجامد. من هم پیشتر فکر میکردم که ما باید به اینها بفهمونم که عاقبت این سیاستهای شما اشتباهی است و یک بنبست ملت رو میبرید و تلاش میکردیم به اینها بفهمونیم. اما الان امروز به این قناعت رسیدم که نه، اینها برقصدانه این کارو میکردن و فایده اینها هم در همین است که وضعیت همین گونه باقی بماند. شاید بعضی از دوستان کارشناسان بگن که نه، شما هنوز هم مسائل رو از نگاه یک اپوزیسیون میبینید و میخواهید حکومت رو همیشه سیاه کنید و اینها رو یک دشمن ملت یا دشمن آرامش و ثبات نشان بدهید. نه دوستانی عزیز، ما هم تا اون حد بی‌انصاف نیستیم و بدون دلیل هم صحبت نمیکنیم. بله، در داخل حکومت هستند صدها و شاید هزارها کارمند مقامات، کارمند امنیت، پلیس، پروکراتورا، در دستگاه پرزیدنت، در وزارت ها، اونها هم میخواهند که یک ثبات و یک آرامش در کشور باشد، اما اونها اجراچی هستند. اون 4-5 نفره که تصمیم اساسی را میگیرند مطمئن باشد، حداقل من به این قناعت رسیدم که اینها دارن عمدن این کارها رو میکنن. من براتون دو تا مثال میارم. اگر مقامات دولتی بخصوص مقامات امنیتی بگن که شما الان امروز دارید حکومت رو گناهگار میکنید، چرا نگفتید، چرا کمک نکردید؟ 10 سال پیش، تقریبا 10 سال پیش، من در بینای کمیته امنیتی دولتی ملی سخنرانی داشتم در حضور همه کارمندان کمیته امنیتی دولتی ملی، بغیر از وزیر که همون روز مراسم یادبود خواهرش بود به ختلان سفر کرد. اون زمان رئیس کمیته یا وزارت بود آقای عبدالرحیم بودن، خیرالدین سیدویچ. دیگر معاونان وزیر، تمام نچلنیک اپرالینیا ها، کارمندان قطاری، زیاد از 400-500 نفر در تالار کمیته امنیت. من 1.5 ساعت سخنرانی کردم درباره عامل‌های خطر یا تهدید به امنیت ملی تاجیکستان. 10 سال پیش تمام این عامل‌ها اون روز من گفتم و اون تالار کفگوبی کرد. 1.5 ساعت سخنرانی بود، همشون گفتن که بهترین سخنرانی بود و شما اشاره کردید به عامل‌ها و چی باید کرد. نباید که ما نگفته ایم. و من امروز از رئیس کمیته امنیت ملی تقاضا میکنم همون نوار صحبت ما رو امروز در شبکه‌ها بگذارید و اثبات کنید که من نگفتم. بگید که در اینجا شما غلط گفتید. وقتی که با شما گفتیم که خطر در کجا هست، خطر در اون است که شما وقتی که محدود میکنید، خطر در اون است که کروپسیه وجود دارد، شما آزادی ها را محدود میکنید، شما دیکتاتور را کمک میکنید. اینجا مردم بیچاره، مردم تاجر، مردم قطاری، سیاستمدار، بازارنشین، حالا هر کسی از چیکار کند و کجا برود وقتی که شما این همه فشار بالای مردم میارید؟ بعد مجبور میشود که رو بیارد به گروه های افراطی، به تروریسم، به رادیکالیسم و غیره و هکذا. اگر شما میخواهید که در تاجیکستان امنیت برقرار باشد، چند نکته رو در اونجا اشاره کردم و امروز هم به این حرفایم باور دارم، اعتقاد دارم که اگر هر حکومت این رو عملی کند، صلح و آرامش و ثبات در کشور برقرار می شود. شما بیاید به خود سوال بدهید، یک جوانی تاجیک، یک جوانی با ننگ و ناموس، اونه که آر و ننگ و ناموسی ملی دارد، مذهبی دارد، بشری دارد، میخواهد آرامانه تجارت کند، میخواهد آرامانه درس برود، میخواهد آرامانه عضو یک حزب باشد،
فعالیت کند، فعالیت اقتصادی کند. چی کار کند وقتی که شما میایید تجاوز میکنید به ارزش‌های دینیش، به ارزش‌های ملیش، به ارزش‌های انسانیش، تا داخل خانواده‌اش، تا داخل جای خوابش را به نوار میگیرید، تا داخل دیگ و طبق مردم را رفته چین میکنید. مردم در روز تویش، در روز خدایش، به جای آنکه مهمان را قبول کند، تشویش است که الان نماینده تنظیم وارد میشود، پیاز و کارتوشکه او را حساب میکند. شما طریق ابلغ درون خانه‌های مردم میرید، نسبت مردم آرام که خوابیده است در داخل خانه‌اش تجاوز میکنید، جنایت صادر میکنید. بازارنشین از دست شما ظلم میبیند، تجارتش رو میکشید، میگیرید. مردم چیکار کنند؟ به کجا بروند؟ این را 10 سال پیش گفتیم، امروز میگیم، در آینده هم خواهیم گفت که سرچشمه تمامی فعالیت‌های تروریستی، رادیکالی، افراطگرایی در تاجیکستان خودی مقامات هستند. این چند نفری هستند که میخواهند عمدن وضعیت رو همین گونه نگه بدارند. باقی همه اجراچی هستند. اون کارمند کمیسریات که میرود مردم رو از خانهش بیدار میکند، اون اجراچی است، با او سفارش دادن که این کار رو بکن. یا اون کسی که در بازار میرود حجاب زن رو میکشد، نمیدونم ریش مردم رو میتراشد، تجارت مردم رو میگیرد، اینا همه اجراچی هستند. سفارش دهنده 1-2 نفر و حدی اکثرش 5 نفر هست که اینها دارند وضعیت رو این طور میکنن. دلیل دوم، حالا چرا میگن که افراطگرایی با وجود آمده؟ شما نگفتید. وقتی که قانون دین تایید میشد یا تصویب میشد در پارلمان، مراد لادولتوف رئیس کمیته دین بود و اون وقت در سزیو قبلی، اون که من 2 مرتبه وکیل مجلس نمایندگان بودم، رئیس مجلس سیدالله خیرالله وقتی که بحث قانون دین در پارلمان یک کمی جنجالی شد، من خیلی مخالفت کردم، تنفس اعلان کرد، گفت که بعد تنفس ادامه میدیم بعد یابد. و نورعلی ریایف که اون وقت عضو کمیته اتحادیه جمعیتی بود، ما رو به اتاقش دعوت کرد، با مرادالله دولت رئیس کمیته دین بود، با همراه نشستیم 3 نفر. خب بحث کردیم، گفتن خدا چی مشکلی داری با این قانون؟ پرزیدنت تایید کرده است، پیشنهاد کرده است، باید قبول شود. گفتم من با پرزیدنت مشکلی ندارم، من با قانون و با شما مشکلی ندارم. من میدونم که این قانونی که شما قبول کرده ایستاده آینده ملت را به بحران میکشاند، آینده ضدیت دین و دولت را به وجود میارد، ضدیت جامعه را به وجود میارد. شما عمدن و برقصدانه یک گروه از مردم را علیه جامعه، علیه کشور، علیه دولت و ملت میشورانید. گفت چگونه؟ گفتم ببینید، شما توسط این قانون کار کرده ایستادید که امور دینی، امام خطیب ها، مؤذن ها، کارمندان دین کسانی میشوند که لیاقت ندارند. شما میخواهید که علمای کشور را از منبر دور کنید. اون کسانی که ملت دوستشون می‌دارد، اون کسانی که ملت حرف اونها رو میشنود، با اونها اعتقاد دارد، اونها رو میخواهید از منبر دور کنید، کسانی رو بیارید که اونها نه لیاقت دارند، نه دین را خوب در میکنند و نه مردم با اونها اعتماد دارند. دقیقاً حالا من خواهش میکنم که مرادالله دولت بیاید و در منبر این حرفای ما رو انکار کند، بگوید که نه این حرفا نبود. دقیقاً این جواب را داد. گفت محیدین خودت یک انسانی تحصیل کرده هستی، نامزد علم، حالا یک شخصیت، یک ملای بیسواد نیستی. در این مبارزه بین دنیویت و دین باید طرف دنیویت رو بگیری. گفتم چگونه؟ چرا؟ در کجا است این مبارزه؟ ملت تاجیک را جنایت است تقسیم کردن به دینی و دنیوی. این ملت همون طوری که 1400 سال با دین اسلام زندگی کرد، هم امور دنیویش را دید، هم امور دینیش را. ما تاجیکان میتوانیم در یک مدت زندگیمون، در یک روز حتی یک قسمت روز ما رو ببخشیم به امور دنیوی، یک قسمت دیگرش رو به امور دینیمون رو. جدا نکنید ملت رو. گفت نه، اینجا باید که اندیشه دنیوی غالب باشد. الان اندیشه دینی دارد روز به روز قوی‌تر شده است. ما باید کار کنیم که دین در چشم مردم بی آبرو باشه. و گفتم چیکار میکنید؟ کار کنیم که در سر منبر آدمان بیسواد، متهم و کسانی باشند که حکومت لجام آنها را در دست دارد یا آنها را متهم میکند با نمیدونم نوار، با فسادزدگی، کروپسیا، بیسوادی. بالاخره حرفش به این امام خطیب بگذرد و هر چیزی که حکومت میگه همین رو بیاد. امام خطیبی که مستقل هست، سواد دارد، محبوبیت دارد و هیچ متهمی در پیش مقامات ندارد، برای ما خطرناک است. این را باید از منبر دور کرد. من گفتم شما با این کارتان واقعا یک جنایت میکنید. اگر این کار نیتتان همین باشد، بدانید که
جوانان را، ملت را به صاحب میمونه در آخر کار. وقتی که این مردم از منبر دور میشوند، سازمان های دینی دست نشان داده حکومت میشوند، اعتماد ملت دیندارها را از دست خواهند داد. مردم میروند سراغ گروه های افراطی، کسانی که با آنها اعتقاد پیدا میکنند. شما فکر نکنید که مردم دیندار تاجیک حرف یک ملای درباری را گوش خواهد کرد. اون میرود حرف یک نفره رو گوش میکنه که بعد درد سر شما خواهد شد. اینها من فکر کردم که مشکلی در همین مرادلا دولت و رئیس کمیته دین است. بعد فهمیدم که اینها هم اجرا کننده یک سیاست بزرگ است که باید توسط این قانون ها و سیاست ها علمای کشور رو از منبر دور کنند، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو ممنوع کنند، روشنفکرانی که اندیشه ملی دارند و میخواهند که دین و دولت، دین و ملت با هم دوست باشد، اینها رو از میدان و از منبر و از تلویزیون دور کنند، اینها رو خائن اعلام کنند، مثل استاد مومن قناعت و برزا عبدالرزاق و حالا هر کسی که هست، اونایی که واقعا ملت رو دوست می‌دارن، این گروه های معتدل دینی و دنیوی رو از منبر رو همه جا دور کنند و منبرها رو بدهند به دست چند تا متهم، چی در بخش دنیوی و چی در بخش دینی، و اینها میخواهند دیگر با همین نفرها با تروریسم مبارزه برند، در صورتی تمام ملت را بخصوص جوانان برنگ و ناموس را اینا خودشان تله دادن به دامن تروریستا. گلمراد حلیمov برای چی رفت با داعش پیوست؟ مگر اون تربیت دیده نهضت بود یا انجمن بود، انجمن آزاداندیشان، یا در محفل های شعری مومن قناعت و برزا عبدالرزاق تربیت میدید؟ این پرورش یافته خود شما بود. وزارت داخله در گروه های ضد تروریستی شما تربیت یافت، اما وقتی با او سفارش دادید که رو با فاحشه ها حجاب اسلامی بپوشان در کوچه و متهم کن زنهای حجاب پوش را به فاحشه گری، اون ناموسش بیدار شد، گفت که اگر این است من بهترش میرم با داعش پیوست میشم، علیه شما مبارزه میبرم. برادران عزیز، هموطنان عزیز، هیچ کس نباید ادوکت داعش یا ادوکت این حکومت اشتباهی غلطکار باشد. ما باید در فکر ملت باشیم و هر کسی که جنایت میکند به طور آشکار بگیم. اگر جنایت رو داعش کرد، نباید یک گروه بیان ادوکت داعش هم بگن نه این کار داعش نیست. داعش کرده است باید داعش جواب بگیرد، حکومت کرده است باید حکومت جواب بگیرد. این قسمتی کار را من با شما با صراحت میگم که اول جنایت را حکومت کرد، امروز گروه های تروریستی دارند به نفع این حکومت این جنایت ها را ادامه میدهند. بنابراین همین دوستان عزیز، ما نباید الان سراغ این فرضیه ها برویم و فرضیه ها را بگیم این گفت فلان گفت. نه، ما باید سوال بگذاریم چرا چنین شد، کی جواب میگوید و چی باید کرد. من درباره آن که چرا چنین شد و کی جواب میگوید گفتم الکی. برای آن چنین شد که حکومت این را میخواست و این راه را رفت و نتیجهش را هم دارد ملت میگیرد. کی جواب میگوید؟ حکومت جواب میگوید و بعدا اون کسانی که این جنایت را صادر کردند. اما چی باید کرد؟ هموطنان گرامی، یگانه اون راهی که ما و شما باید بریم اولش این است که باید واقعیت ها را نترسیده گفت. من نمیگویم که کسانی که در داخل کشور هستند که شرایط رو ندارن مثل ماها با این صراحت بگوین، نه. حداقل شما باید به این قناعت برسید که ما این حکومت دارد ما را برای اشتباهی میبرد، غلط برده ایستاده است. این را ما باید درک کنیم. حداقل همه ما کسانی که دلشون به ملت میسوزد، به آینده دولت میسوزد، باید بیایم در این مسیر همراه باشیم. جدا نکنیم ملت رو به دینی و دنیوی، به نهضت و پیمان و گروه 24 و به حالا کسان دیگر، نه. و شرط هم نیست که همه با هم در یک ساختار باشیم. این نکته خیلی مهم است همدیران عزیز. کسانی که دنبال حقیقت هستند، دنبال عدالت هستند، دنبال یک تاجیکستان آباد و آزاد هستند، شرط نیست که همه‌شون بیان در یک سازمان جمع شوند و شرط نیست که همه‌شون طرفدار اپوزیسیون باشند. حتی کسانی هم که طرفدار حکومت فعلی هستید و طرفدار رحمانوف هستید، شما به فایده اتون هست که در بعض جا بیاید حقیقت رو بگید. من چرا میگم شرط نیست که همه بیان عضو پیمان یا گروه اپوزیسیونی شوند؟ اگر برای شما پیمان معقول نیست و نمیخواهید عضو پیمان باشید، بیاید شما یک قسمت دیگری کار رو انجام بدهید. برای مثال امروز یک ایده از جوانان که با پیمان نیستند اما حقیقت رو میگویند فعالیت کرده ایستادن، چی ضرر کردن؟ اونا هم در این کار ملی سهم خود را گذاشته ایستادن. برای مثال بچهای گروه 24 مگر اونها عضو پیمان هستند؟
نه، اونها در بعضی جاها با پیمان خود را رقیب بدونند، تنقید میکنند ما را، اما دارند وظیفه خود را در پیش ملت انجام میدهند. بعضا کارهای مهمتر میکنند که پیمان ملی تاجیکستان اون را انجام نمیدهد. هستند بعضی گروه ها، بعضی شخصیت های هستند که نه عضو پیمان، نه عضو نهضت، نه عضو گروه 24 اند. اونها بیرون از این گروه ها دارند در شبکه ها، در یوتیوب، در اون امکانیتی که دارند فعالیت خود را انجام داده ایستادند. اینا ملت دوست هستند، اینا وطن دوست هستند. اینا نه آمدن گفتن که وظیفه اولی ما ضربه زدن به پیمان است، به گروه 24 است، به اینا است، بعد ما به حکومت میرسیم. نه، اینها گفتن که جامعه دچار مشکلی شده است، ملت در بحران قرار دارد. حالا اگر پیمان هم مشکلی دارد، گروه 24 هم مشکلی دارد، وظیفه ما این نیست که اینها را ضربه بزنیم. وظیفه ما این است که مشکلی های جامعه را بگوییم و در حل این مشکلی ها سهم بگیریم. بعضی ها میگویند که حتی این شعار هم پرچم کردن که نه، تا روزی که شما هستین دیگر ما هیچ کار کردن نمیتونیم، فایده ندارد، ما باید اول با شما مبارزه کنیم. من میگم دوستان عزیز، این موقع یک انسان، یک گروهی ضعیف است. اگر کسی مشکلی خود را در طرف دیگر میبیند، بداند که خودش ضعیف است. ما مشکلی خود را در طرف دیگر نمیبینیم، ما مشکلی را در خودمون میبینیم، در آن میبینیم و آشکار گفته هستیم که این مشکلی ها را نام میبریم که کی این جنایت را صادر کرده ایستاده است و راه حل پیشنهاد میکنیم. بنابر همین من دعوت میکنم از تمام هموطنان که در این شب و روزها اگر میخواهیم بدانیم که چی باید کرد، حداقل باید به این قناعت برسیم که وقتی آن رسیده است که این واقعیت رو درک کنیم که ملت روز به روز دارد رو به بحران رفته ایستاده است و ما در یک نقطه باید قرار بگیریم و بگیم بس، از این به بعد باید که دست به کارهای دیگر زد. من طرفدار آن نیستم و الان دعوت هم نمیکنم که مثلا فردا، پس فردا، فلان روزه باید به یک پیام مردمی دست بزنیم. نه، من میگم که از همین روز شروع کنیم در چارچوب آن امکانیت هایی که داریم از دستمان می آید فعالیت خود را آغاز کنیم، حرف خود را بگوییم و از همه مهمش این زولانه ترس را بشکنیم. شاید بعضی از دوستان بگن که شما در داخل بوده چرا نمیگفتید الان میگید؟ من میگم که برادر عزیز، دوست گرامی، در داخل هم بودم، همین حرفا را میگفتم. حالا شاید یک کمی سخت‌تر میگم، اما ماهیتا همین حرفا رو میگفتیم. برای همین حرفا ما رو منع کردن، بیرون کردن، زندانی کردن، کشتن. اگر که نمیگفتیم هیچ ضرر نمیکردیم. بردارید یوتیوب رو ببینید، صحبت‌های سال 2013 رو ببینید، 14 رو ببینید، 15 رو ببینید، میگفتیم. اما ما هم نمیگیم شما مثل ما بگویید بعد شما بیا حقیقت رو گفته باشید. 50%، 20%، 1% گفته های ما رو بگید، حتی چی قدری که میتوانید بگید. اون نفرانی که امروز در داخل کشور هستند با ما معلومات میفرستند، واقعا زحمت قهرمانانه میکشند، معلومات میفرستند، تماس میگیرند. هر کس سهم خود را در این مبارزه ملی گذاشته ایستاده است. مهم که کار شروع شود، مهم که ترس را رها کنیم، مهم که در فکر آینده ملت باشیم. تا کی منتظر شویم که باز کشتارهای نوبتی شود، ترورهای نوبتی شود، این فرضیه ها و این صحنه‌سازی های نوبتی شود، بعد جستجو کنیم که چرا چنین شد، کی جوابگر است؟ دیگر چرا چنین شد معلوم است، ریشه اش سیاست های جنایتکارانه هست، من گفتم پیشتر، و کی باید جواب بگیرد معلوم است. اونهایی که ملت رو به این حد رساندن، این جنایت ها رو صادر کردن، و اونهایی که متاسفانه دست به این جنایت میزنن. خب دوستان عزیز، چون موضوع خیلی وسیع است نمیخواهم که در این باره از این بیشتر طولانی تر بگم، اما بیاد قسمت دیگری موضوع رو ببینیم، مسئله رو ببینیم که در همین شب و روز که ملت فرزندانش رو از دست داد، در مجموع حالا با بعض رقم ها 35 36 شاید از این بیشتر باشد، افراد این ملت کشته شد، چی از طرف مقامات دولتی، چی از طرف کسانی که هجوم کردند. اما ببینید که حکومت در کجای کار بود، چیکار کرد، بخصوص رهبریت دولت. حادثه روز ششم رخ داد شبانه، دقیقاً در اون وقتی که پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمانوف در شویتزاری قرار داشت. طبیعی است که طبق کار حتما معلومات میرسد، گزارش دادن که چنین حادثه شد. اما بیاید تحلیل کنیم که رفتار رهبری دولت
چگونه بود و معمولا رهبران دولت آدمانی که واقعا رهبری دولت هستند به اصطلاح پیشوای ملت ها هستند چگونه رفتار میکنن. ایشان در شویتزر قرار داشت، روز ششم و روز هفتم پرواز کرد به فرانسه برای ملاقات بعدی. من قبول دارم، بله ملاقات فرانسه هم پاریس هم روز هشتم مهم بود، چون بالاخره بعد از 3 سال رحمان بالاخره موفق شد که به اروپا بیاید. براش چرا مهم بود؟ نه اون که این ملاقات خیلی مهم بود، در اونجا مثل ملاقات مثلا پرزیدنت ازبکستان میرزیایوف میلیاردها دلار شرطنامه ها بسته شد. نه، اصلا هیچ شرطنامه اقتصادی بسته نشد، تنها چند تفاهم نامه برای اکولوژیا، علم، فرهنگ، صنعت و غیره ها کذا. اما برای رحمان اهمیت داشت، برای آنکه بعد از 3 سال تحریم یا بایکوت اروپایی بالاخره موفق شد که به اروپا بیاد و حالا ملت در اونجا در خون است، زد و خورد هست، اما باید این ملاقات را انجام بدهد. من این قسمتش را قبول دارم، اگرچه فکر میکنم که یک رهبری دولت دیگر می بود از مکرون از دیگران عذرخواهی میکرد، میگفت که نه من سفر بعدی میام، الان ملت هم در این دشواری است، باید برگردم. اما رحمان رفت به فرانسه. حالا ببینید دوستان عزیز، خیلی در این مثلا فرضیه های گوناگون است. حالا بعضیا میگن که رحمان تلاش کرد که بعد از اون که اپوزیسیا گفت که رحمان موفق شده است با اون که رحمان به اروپا نیاید و بالاخره بیا اثبات کرد که نه چنین نیست و با اروپا آمد. بسیار از این فرضیه ها، گمان ها، تحلیل ها باز هم در زمینه اون کمبود معلومات ها شکل میگیرن. بله ما این حرف رو گفتیم و هنوزم به این حرف هستیم که طول 3 سال رحمانوف هیچ نتوانست یک سفری هم با اروپا انجام بده، اصلا چیز قبول نکرد. اما در صحبتی که من در 9 سپتامبر یا 15 سپتامبر در ورشاو کردم و این نکته رو گفتم که اپوزیسیای تاجیک توانست راه رحمان به اروپا رو ببندد، این یک واقعیت بود و اونجا هم گفتم که اخیراً معلومات ها هست که رحمانوف به فرانسه سفر خواهد کرد، چون معلومات ها برای همه بود. خود ماه اپریل هم رسانه‌های خبری، رسانه‌های رسمی در این باره گفتن. خب این برای همه معلوم بود، اما کم کس میداند که این سفر چگونه آماده شد. من به همه مردم بخصوص به طرفداران رحمان که حالا این را یک پیروزی دیپلماتی حکومت میدانند، این نکته را هم بگویم که اگر شما واقعا باور دارید که این پیروزی دیپلماتی است، باید یگانه کسی که از او باید مینتدار باشد از پیشوای اسماعیل جهان جناب آقاخان هست که این ملاقات ها را، این سفر را هماهنگ کرد و رحمان بالاخره پایش به اروپا رسید. بدون هماهنگی و تلاش زحمت های جناب آقاخان امکان نداشت که رحمان موفق به این کار شد. اگرچه تمام دیپلمات های تاجیک شب و روز کار میکردن با سپارش که این سفرها رو هماهنگ کنند، اما چرا این اتفاق افتاد؟ برای اینکه شما میدونید طول چند سال اخیر، حداقل 6-7 سال اخیر، حکومت تاجیکستان برای فعالیت بنیادی آقاخان، پروژه های آقاخان در تاجیکستان خیلی مشکلات رو به وجود آورد. شما همتون آگاه هستید از مشکلاتی که در نسبت دانشگاه آسیای مرکزی در خاروغ رخ داد، تا حتی دانشگاه ساخته شد، فعالیت میکرد، اما مراسم کشاده شوی آن را به تأخیر میانداختند، چون رحمان نمیخواست که این دانشگاه با آن ثبت شود که بنیادی آقاخانی را ساخته است. چون عادت کردند که در تاجیکستان حتی یک مغازه کوچک مثلا کتاب فروشی هم اگر یا مواد خوراک هم باز شود، باید با لنتبوری و با نام پرزیدنت تاجیکستان و توسط سیاست‌های خردمندانه یک نفر باید اون ساخته شود. اگر کسی بداند که این از توسط فوند آقاخان ساخته شده است یا پروژه‌های دیگر، این قابل قبول نیست. و این چنین دیگر پروژه‌ها هم در پروژه‌هایی که برای ملت تاجیک لازم است. شما توجه کنید، تمام رهبران کشورها تلاش میکنند که مردمش با برق تامین شود، با راه تامین شود، با فرودگاه، با دانشگاه، اما تنها حکومت تاجیکستان است که تلاش میکند ساخته شوند، اما میگه که این همش ثبت شود به نام یک نفر. مشکل ندارد اگر ملت تاجیک بی برق ماند چند سال دیگر، مهم که این پروژه گسی سبزار در بدخشان توسط رحمان و با نام رحمان ساخته شود. اگر این گس ساخته می شود با نام توسط فوند آقاخان، پروژه آقاخان، یا اینکه پامیر انرژی که یک قسمتی سهمیه‌اش به فوند آقاخان تعلق دارد،
و اعلان شود که این پول با مبلغ آلمان ساخته می شود، خب پس میگن رحمان در کجای کار است؟ پس نه، این باید با نام رحمان ثبت شود. این است که رحمان مانع حتی ساختن گسی سه‌ابزار در تاجیکستان میشد، مانع استاتوس بین المللی گرفتن فرودگاه راغون، که فرودگاه راغون اگر بین المللی شود و پروازها از دوشنبه بیاد، از کابل بیاد، نمیدونم از جایهای دیگر بیاید، از خیتای بیاد، چی بدی دارد برای یک منطقه تاجیکستان؟ و آقاخان وقتی میخواد این رو آباد کند، این گوشه تاجیکستان است. آقاخان بغیر از بدخشان در تمام تاجیکستان فعالیت دارد، در جهان دارد. اما طول چند سال این همه دچار مشکلی شد. چرا؟ رحمان نمیخواست این گونه باشه. حالا بعد از آمدن جناب قایمدادوف که این با قصه های خودش را دارد، چگونه جناب قایمدادوف به این منصب برگزیده شد و چرا، من نمیخوام در اینجا صحبت کنم. اما این بنده خدا را تعیین کردند و اون هم با اون نفوذی که دارد در حکومت بالاخره معاون سروزیر کار کرد، سفیر بود و بعضی مشکلات و بعضی حالا به اصطلاح متهمی در نزد مقامات دارد با اون حادثه هایی که وقتی سفیریش بعضی از اعضای خانواده‌اش با قاچاق مواد مخدر به دست افتادن اینها. خب بالاخره باید یک چنین نفر نه تنها در نهادهای دینی باشد، دینی سنی، باید که در این گونه بنیادها هم باشد. حالا اون قصه دیگر است. اما با آمدن ایشان تلاش کرد برای آنکه پروژه های بنیادی آخوان راه اندازی شود، از جناب آخوان خواهش کرد که آماده کند سفر رحمان را، میانجیگری کند تا اینکه سفر با وجود بیاد. شما میدونید که اون آبرو و نفوذی که خود آقاخان در سطح جهانی دارند و واقعا هم این را با توسط زحمت ها و تلاش ها و شخصیتشان کسب کردن در بین پرزیدنت های جهان، از این استفاده شد و فکر میکنم کاری خوبی را انجام داد. این به نفع ملت تاجیک است که واقعا این دیگر زمینه این سفر آماده شد و شرکت در فوروم صلح پاریژ که یکی از حالا مؤسسون و سازمان دهندگانش خود بنیاد آقاخان می باشد. خب به هر صورت نمیخوام قصه را دراز کنم، فقط این به خاطر آنکه مردم بدانند که این سفر چگونه آماده شد، نه به معنی آنکه در اروپا همه انتظار و مشتاق دیدن دیکتاتورها هستند، نه چنین نیست. اما آبروی آقاخان در میان بود و این کار صورت گرفت. اما مسئله ما این نیست. مسئله ما این هست که رحمان وقتی که در شویساریا بود و این حادثه انجام شد، من این قسمت را قبول دارم که روز 8 چون ملاقات بود، خب تا روز 8 در پاریژ ماند. من حالا وارد این که چی شد و چگونه بود و چگونه اپوزیسیون پیشواز گرفت و چی کارها شد دیگر خودتون در رسانه ها و شبکه ها دیدید، وارد این بحث نمیشم. اما بعد از ملاقات با جناب مکرون که همگی یک حالا صبحانه کاری بود، چند دقیقه دوام کرد، چیزی خاصی هم در اونجا نبود، تمام شد دیگر. ملت در خون است، ملت گرفتار مصیبت است، ملت جواب میخواد که چی شد، هیچ کس معلومات ندارد. این به اصطلاح پیشوای ملت، رهبری تاجیکان دنیا، نجات دهنده سیاره، بین 8 تا 12 غیب زده است، نیست، وجود ندارد. هیچ کس نمیداند به چی مشغول است، در کجا هست. آیا امکان اگر بسیار هم شرکت در فوروم پاریژ مهم بود روز 12 امکان ندارد بالاخره هواپیما داره که از پول ملت دزدیدی هواپیما رو مال شخصی کردی، پرواز کن، همگی 5 ساعت وقت است، پرواز کن به دوشنبه، در پهلوی ملت باش، یک سر بزن به خانواده اون شهیدان مرزبان و کارمندان مقامات، دلبرداری کن، حادثه ها را روشن کن، روز 11 روز 12 برگرد به فوروم اگر بسیار مهم است. چرا این کار را نمیکند و چه مشکلی دارد؟ مگر مثل ما به هواپیما است؟ من که یک وکیل قطاری بودم در مجلس نمایندگان، روزهای چهارشنبه وقتی که جلسه پارلمان میشد در یک کنفرانس خارجی می بودم، فقط به خاطر انجام مسئولیت که نگویند کبیری در جلسه پارلمان شرکت نکرد، صبح با پرواز ترکیش می آمدم، ساعت 5 صبح پرواز دارد، بعد دوشنبه می رفتم جلسه پارلمان، جلسه رو میگذراندم، بعد نصف روزی برمیگشتم با یگان پروازی نمیدونم دبی، مسکو، با هر جایی که باشد، الماتا، باز خودم رو به خارج میرسوندم برای که در کنفرانس شرکت کنم. من که نه پرزیدنت بودم نه وزیر بودم، یک وکیل قطاری برای انجام مسئولیتم، برای آنکه مسئولیت خودم رو در پیش وکیلیم ملتم انجام دیم. خودت که هواپیما داری، 4 روزم وقت داشتی، یگان ملاقات بین 8 و بین
12 در اروپا نبود، چرا به نزد ملت نرفتی؟ چرا با این مردم نبودی؟ اگر ما میگیم که در اینجا هر دو طرف، هم شما و اون کسانی که انجام دادن منفیت‌دار هستید، دلیلمون این است. اگر شما واقعا فکر میکردید که ضربه خورده این کارو جنایتکاران کردن، این طرح حکومت نیست، به نفع حکومت نیست، بلا فاصله پرواز میکردی، حتی هم روزی ششم و هفتم باید میرفتی. اما خب قبول کردیم که بعد این همه آرزو و انتظاری باید به فرانسه رسید، با مکرون هم یک صبحانه خوردی، خب برمیگشتی، بعد می آمدی به این فورم صلح پاریس. اما چی فورم صلح پاریس؟ در اینجا سخنرانی که نداشتی، اصلا سخنرانی نکردی. من کاملا در آنلاین دیدم، حالا در یوتیوب است، بزنید به سایت پاریس پیس فورم، دقیقا تمام این صحبت ها و سخنرانی در اونجا هست. من خواهش میکنم از کسانی که حوصله دارن، زبان انگلیسی رو خوب میدونن، صحبت مقدموی همون خانومی که 10 دقیقه، یک خانم جوان این فورم رو افتتاح کرد، 10 دقیقه صحبت کرد. این صحبت رو ترجمه کنید، ملت تاجیک باید بداند چی گفت. در حضور رحمان این خانم گفت که در این تالار پرزیدنت های حضور دارند که ژورنالیستان را برای حرفی آزاد را گفتن داخل زندان کردند. در این تالار کسان حضور دارند، پرزیدنت های گفت، رهبران حضور دارند که وکیلان دفاع را داخل زندان کردند. به این مشکل توجه کنید، گفت اگر میخواهید که صلح باشد. این را در حضور رحمان گفت و مخاطبش هم رحمان بود. اگر رحمان در اونجا شخص کلیدی می بود، با او سخن میدادن. همه کسانی که در اونجا شرکت داشتن صحبت کردند. بگیرید برنامه روز 12 و 13 فورم را، رحمان همگی چند دقیقه در اونجا نشست، صحبت کرد، چند سلفی با این و آن گرفت، بعد این را نامگذاری کردن که ملاقات با فلان و فلان. یگان ملاقات نبود. خب این صحبت های سری راهی که سلام علیک، حال پرسی با همه کرده میشود. یک جوان تاجیک هم با چند پرزیدنت در حاشیه این کنفرانس سلفی میگیرد، خب نامش رو نمیگذارد، ملاقات مثلا فلانی با پرزیدنت این و اون. ولی ببینید تا چی سطح پایان رفتن، فقط به خاطر آن که نمایشکاری کنن میگن خب در فلان فورم شرکت کرد و با فلان ملاقات داشت. شرکت کرد، چرا سخنرانی نبود؟ اتفاقا بعد از نیستی روزی جناب رحمان به جای آنکه برگردد به تاجیکستان، رفت و در گزارشی یا کنگره سالانه یونسکو شرکت کرد. در اون تالار فقط سفیرها بودند. یگانه کشوری که پرزیدنت و وزیران شرکت داشت بازم تاجیکستان بود. دیگر باقی همه سازمان های غیر دولتی بودند، در مسئله اکولوژی صحبت میکردند و سفیران یونسکو، سفیران کشورها در نزد یونسکو. خب ببینید، برای نمایشکاری، برای آنکه مردم تاجیک را بگن که یک شخصیت مهم در اینجا ملاقات کرد، در اونجا مصیبت ملت فراموش، یگان صحبت، یگان سخن، یگان تعزیه و تسلیت نیست، در سلفی گرفتن و برمیگردن به تاجیکستان. یعنی توجه یک رهبر، یک پرزیدنت به اصطلاح پیشوای ملت، نسبت ملت، نسبت مصیبت ملت این هست. پس وقتی ما میگیم که نه، اینها این مصیبت ملت رو مصیبت خودشان حساب نمیکنن، اصلا تکان نمیخورن، بلکه منفیت دار هستن که این گونه حادثه صورت بگیرد، این گونه حادثه باشد، بعد میگن که شما تهمت میکنید، دروغ میگید. چرا منفیت دار هستند؟ چون اگر به اروپا که آمد، بالاخره مثل همون دختری که در افتتاح فورم صلح گفت، به واسطه گفت که شما پرزیدنتانی در اینجا در پهلوی شما نشستند که ژورنالیستاشون در زندان است، وکیلاشون، اپوزیسیونشون در زندان است. برای اینکه به این گونه سوالهای دشوار جواب ندهند، اینا منفیت دار هستند که همیشه از تروریسم در اروپا صحبت شد. بگن که نه، شما از ما درباره حقوق بشر، آزادی مطبوعات، آزادی سخن، درباره کروپسیا، حکومت خانوادگی صحبت نکنید. شما با من درباره مبارزه با تروریسم صحبت کنید، به من پول بدهید. اینا منفیت دار هستند. بنابراین ملتی عزیز، برادران و خواهران گرامی، خلاصه این صحبت ها این هست: یکم، ما باید به این گونه فرضیه ها، به این گونه ورسی هایی که گفته می شود، نه به همش باور کنیم، چی از حکومت است، چی از طرف های دیگر است. ما باید با واقعیت ها باور کنیم. واقعیت چی هست؟ کی منفیت دار است، کی جوابگو است؟ باید به این سمت باید که توجه ملت را روانه کنیم. دوم،
وقتی آن رسیده است که متحد باشیم، با هم باشیم و همه ملت، چه بخش دینی و چه بخش دنیوی، اگر نمیتوانیم از لحاظ ساختاری در یک سقف جا بگیریم، حداقل بیایم در این مرحله سنگ اندازی و دروغ پراکنی و اتهام ها علیه یکدیگر را قطع کنیم. نگوییم که اونایی که در خارج هستند جسورند، قهرمان، اونایی که در داخل هستند اونها ترسو هستند، یا کسانی که در داخل هستند نگوید که اونهایی که در خارج هستند ترسیدن، فرار کردن از وطن. نه، همه ما در یک سفینه هستیم، در یک کشتی هستیم. این کشتی دارد سوراخ شده ایستاده است و برای آنکه نجات بیاییم باید که اول این کشتی رو نجات بدیم که این کشتی ما تاجیکستان است، ملت هست. بعدا انشالله می رویم سراغ بعضی از مشکلات جزئی که بین یکدیگر داریم. خداوند نگهبانتون باشد. تا صحبت‌های بعدی من تلاش میکنم که این فاصله طولانی نباشد. انشالله روزهای نزدیک باز در موضوعهای دیگر هم صحبت خواهیم کرد. حالا اگر دوستان سوال دارند، سوال پیدا شد در این بین، با ما برسانند جواب بگیم. اگر نه، در اینجا من با شما خداحافظی میکنم. خداوند یکایک شما رو در پناه خودش نگهبان باشد تا صحبت‌های بعدی.